رابطه با یک موضوع مبتلا به بسیاری از مراجعین تقریبا هر روزه ما که اون روابطی هست که به مشکل خورده یه سخنرانی علمی داشته باشه. من قبل از اینکه مقدمه سخنرانیمو خدمتتون مطرح کنم می‌خواستم که چند نفر داوطلبانه به من بگم فکر می‌کنن به چه دلیل روابط در ایران دچار مشکله و با کلی خوشبینی روز اول خیلی خوب پیش نمیره. نه همشون، ولی فراوانی بسیار بالایی داره. استاد با امید بهبود اینکه اگر وارد زندگی بشم خیلی چیزا رو میتونم تغییر بدم. مرسی. به نظرم تو خیلی از روابط هیچ صراحت و شفافیتی وجود نداره و این عدم صراحت و شفافیت خیلی باعث میشه که تو آینده به مشکل بخورن و تفاوت‌های عمده‌ای که بینشون وجود داره و نادیده گرفته میشه و دقیقاً همون تفاوت‌ها در آینده باعث جدایی و آسیب میشه. خیلی متشکرم. بفرمایید. از یه جای به بعد سطوح توقعات هم عوض میشه. هر چقدر که بیشتر پیش میرن بعضن توقعات شما بالاتر میره و همین باعث میشه که مشکل بخوره. خیلی متشکرم. من به نظر من یکی از چیزایی که میتونه تاثیرگذار باشه اینه که ما خود واقعیمون رو اول رابطه نشون نمیدیم و بعد از مدتی اون ماسکی که ما به صورتمون گذاشتیم میفته. مرسی. بفرمایید. شاید خیلی از عیب و ایرادایی که طرف مقابل داره رو نادیده میگیره و فکر می‌کنه میتونه تربیتش کنه در آینده. مرسی. بفرمایید. عدم شناخت کافی از دوره آشنایی و اصلا مشخص نکردن حضور مرزهای روانی. خیلی متشکرم. خیلی خوش اومدید. خب قبل از هر چیز این رو مطرح کنم که ما اکثر بچه‌ها از رشته روانشناسی هستن. قرار نیست اینجا کسی که توی رابطه است اسمش پارتنر مقصر تلقی بشه، بلکه میخوام شناختی داشته باشیم از ابتدای تشکیل یک رابطه و اینکه به سرانجام میرسه که اسمش رو شکست میگذاریم. عوامل مختلفی میتونه پیش بینی کننده شکست ارتباط عاطفی باشه که یکی از مهمترین هاش انتخاب اشتباه پارتنر هست. شاید اگه بخوایم توی آسیب شناسی روابط یه مقدار متمرکز بشیم، از ابتدا بخوایم بگیم، دو نفری که خیلی از مواقع میگیم عشق هورمونی باعث شده به سمت هم جذب بشن. دقایق اولی که من امروز وارد این ساختمون شدم برای کسی سوال پیش اومد که مگه مغز میتونه تعیین کننده چیزی تحت عنوان عشق باشه؟ شاید اگر به ادبیات مراجعه کنیم و اشعار دائما کلمه دل تحت عنوان قلب مطرح میشه، در صورتی که میدونیم هر آنچه که یک انسان عمل میکنه بهش در الگوهای رفتاریش، در عواطف و احساساتش و توی بخش کاگنیشن و شناختش، مغزش هست که این کار رو انجام میده. حالا به احترام و ادبیات غنی کشور خودمون، در رشته من تحت عنوان علم روانشناسی عاشق شدن از مغز نشأت میگیره و با ترشح شدید دوپامین رخ میده. خیلی از مواقع از دوران نوجوانی، شاید اگر بخوایم یه تاریخچه بگیریم که اگر بپرسیم اولین باری که یه نفر احساس کرده که یه نفر دوست داره کی بوده، معمولاً توی اون دوره سنی هست. مثلا برای ورودی های ترم 1 نسبت به کسانی که کارشناسی منظورمه، نسبت به افرادی که بزرگترن، نوع گرفتن ارتباط کمتر هورمونی خواهد بود. توی انتخاب اشتباه همسر آنچه که رخ میده اینه که به دلیل ترشح دوپامین خیلی زیاد، آنچه که ما رو حرکت میده ایموشن یا هیجاناتمون هست. خیلی از مواقع شنیدین که میگن عقل میگه که این اشتباهه، اما همون دلی که ابتدایی صحبتم گفتم که اون در واقع یک تعارض میان دو جنبه وجود ما، یکی بخش شناختی مونه، یکی بخش احساسی و هیجانی مونه که بازم هر دو از منشأ مغزی میان. توی اون فضا ما بیشتر نکات مثبت فرد که دلمون میخواد باهاش توی رابطه بریم میبینیم. این ایدئال سازی انقدر شدیده که او را زیباتر، باهوشتر، هم شبیه خود
بیشتر دانستن و خیلی ایدئال سازی های دیگری میبینیمش که اینا معمولا توی روزهای اول، هفته های اول، ماه های اول بسیار زیاده و به تدریج که زمان عبور میکنه از این رابطه کم کم اون حالت ایدئال سازی به سمت واقع گرایی پیش میاد. نقص ها دیده میشن، اما کسی که تحت تاثیر دوپامین مغز هست یک سری توجیهات داره، میدونه که این ویژگی هست، اما اون ایدئال گریه، اون ایدئال سازیه اجازه نمیده جدی بگیردش. یعنی مراجعین ما وقتی که بعد از 5 سال ازدواج میان، من میپرسم که کی متوجه شدین که این ویژگی رو اون فرد داره، میگه خانم دکتر از همون روز اول. نمیپرسیم که پس چی شد که بهش توجه نکردی، چون میدونیم به تدریج این فضای هیجانی میره به سمت منطقی شدنه و بهتر دیده شدن. تفاوت ها نادیده گرفته میشه معمولا در اون تایم های به شدت هیجان انگیز و معمولا بعد از اینکه اون نیازهای عاطفی و احساسی هیجانی کمی پاسخ میگیرن، میریم به سمت اینکه رابطه شروع به کار کنه. پس اولیش شد انتخاب اشتباه پارتنر که من اگر بخوام براش جلساتی بگذارم، روی همین ما میتونیم حداقل 50 جلسه داشته باشیم که هر بارش هم 1.5 تا 2 ساعت زمان بر هست. دومین آیتم انتخاب از روی ترسه. ترس از تنها ماندن، ازدواج نکردن، ترس از رها شدن، فشار خانواده و جامعه به خصوص برای دختر خانم ها، اینکه اگر تا این سن ازدواج نکنی شرایط خوب رو از دست خواهی داد، اینکه بعد از عبور از یک سن احتمال اینکه پارتنر خوبی رو بتونی در کنار خودت داشته باشی میتونه شرایطی رو فراهم کنه که فرد با اولین کسی که به سلام و علیکش میاد با اون جنبه نگاهش کنه. یه مشکل بزرگ که تو جامعه ایران توی رشته روانشناسی خانواده اینه که با نگاه به این که ازدواج یک ارزش اجتماعی و ارزش خانوادگیه، خیلی از مواقع افراد پوش میشن به سمت رفتن به روابطی که اشتباهه. شاید از روزهای اولم خودشون تشخیصش بدن، ولی توضیح دادم چرا به فردا میسپارن که شاید حالا بشه چیزی ازش بیرون آورد. پس این نوع انتخاب ها که از روی ترس هستش معمولا روابط ناپایداری رو به همراه خودش داره و به تجربه بالینی خود من معمولا به سرانجام خوبی نخواهد رسید. آیتم بعدی انتخاب برای جبران نیازهای درمان نشده است. کسی که از یک خانواده میاد که والد سختگیری داشته، معمولا جذب اولین آدمی که به نظرش خیلی حامی میاد میشه، به جبران اتفاقی که در خانه فرد افتاده. حالا بماند که این پارتنر میتونه خیلی از مواقع ابتدا حمایتگر دیده بشه، ولی به تدریج بره به سمت کنترل کردن اون فرد که این فراینده خیلی از مواقع یک حالت پیوسته با خودش خواهد داشت. در واقع یک سری افراد با دلبستگی های ناایمن که من اگر بخوام واردش بشم خودش چندین جلسه سخنرانی و کارگاه آموزش لازم داره، چون نظریه دلبستگی بسیار خوب میتونه تحلیل کنه که چرا روابط ابتدا شکل میگیرن، به چه شکل جلو میرن و چه اتفاقی میفته که خیلیشون موفقن و بسیاریشون ناموفق. ولی به خاطری که به من گفته شده، تاکید شده بین 45 دقیقه نهایتاً 1 ساعت این جلسه تموم بشه، من ازش میگذرم، چون بخوام روی هر کدوم فوکوس کنم اون تایمی که به ما گفته شده رو از دست میریم. معمولاً دلبستگی های ناایمن به خصوص از نوع اضطرابیش و دوسوگراش ما رو میبره به سمت جذب شدن به فردی که اسمش رو میذاریم کنترلگر. بارها شده من سر کلاسی که چند تا از بچه‌ها اینجا هستن گفتم، توی روابطی که ما بهشون میگیم روابط پاتولوژیک، معمولا دو فردی که توی این رابطه قرار میگیرن 2 تا مشکل یا میتونیم بگیم رگه هایی از
مشکلات روانشناختی دارن. به طور مثال یه فردی که آنتی سوشاله یا خودشیفته است یا یه آدمی به شدت کنترلگره، معمولاً الان توی ذهنتون فکر کنید چه کسی کنارش قرار میگیره؟ معمولاً یه کسی که به شدت وابسته است، در حد بیماری وابسته است. مشکل ما توی بازم کشورمون اینه که ما به یه آدم وابسته میگیم مهربان. یه آدمی که نه نمیتونه بگه، خیلی سیستما دوستش دارن. هر چی که ما بگیم چشم، میگیم بهمون چشم بگه، خیلی هم میگیم آدم خوبیه و میشه باهاش تعاملات اجتماعی داشت. توی روابطی که من دارم راجع بهشون صحبت میکنم، یه آدم به شدت کنترلگر رو فقط کسی با شدت بالای وابستگی میتونه دراز مدت تحمل کنه و کنارش قرار بگیره. چرا؟ نه به این دلیله که اینا آب و آتشن، همون چه که بازم تو فرهنگ ایرانی بارها بهش اشاره شده و تو ذهن شما هست. به دلیل اینکه این دوتا نیازهای پاسخ داده نشده بیمارگونه ای دارن که در این رابطه مریض هر دو پاسخ اون نیازها رو میگیرن. یه آدمی که دلبستگی ناایمن از نوع اضطرابی داره، وقتی که باهاش قهر میشه به شدت میچسبه، و یه آدم آنتی سوشال و یه آدم خودشیفته توی این رابطه هم نیازهای خودش رو پاسخ میگیره. پس یادمون باشه انتخاب برای جبران نیازهای درمان نشده هم یکی دیگر از اون مواردی هست که یک رابطه ناسالم رو میسازه. من اینجا تو پرانتز اشاره کنم به این موضوع که تصور نکنین این رابطه چون دو طرفه مشکل داره خیلی زود تموم میشه. اتفاقا ما بحثی تحت عنوان استیبیلیتی رابطه یا ثبات رابطه به عنوان پایداری و استمرار داریم توی زوج درمانی که اون معرف رضایت زناشویی یا marital satisfaction نیست یا رضایت از رابطه نیست. چرا؟ به دلیل اینکه این رابطه مرتباً آف و آن میشه و این آف و آن شدنه فرصتی رو فراهم میکنه که این رابطه ناکارآمد همچنان فرصت داشته باشه به پیش بره. مثل اینکه رضایتی وجود نداره اما این دو نفرشون نیازهای بیمارشون پاسخ میگیره، کنار هم قرار میگیرن. شاید تو ذهنتون یه همچین افرادی باشه، افرادی که ازدواج کردن 3 تا 4 تا بچه دارن و همچنان این الگو ادامه داره ها. به این دلیل میگیم ثبات یک رابطه نشانگر رضایت از اون نیست. خیلی وقتا از ما میپرسن که چرا دخترهای الان با کوچکترین چیزی تقاضای طلاق میکنن، بعد مادر و مادر بزرگشون خیلی جان زندگی میکرده. پاسخ علمیش اینه مادر و مادر بزرگ پارتنر همسر نبودن، بلافاصله مادر فرزندانشون میشدن و رابطه از اینکه زیر منظومه زناشویی داشته باشه میره به سمت والد و فرزند. معمولا این الگو رو ما اینجا وایت بورد نیست براتون بکشم. پدران تنها مادران و فرزندانشون سیستم خانواده ایرانی رو به ما معرفی میکنن. پدرانی که به خاطر اینکه انتخاب اشتباه شده زندگی زناشوییشون، مادر تصمیم گرفته که بمانه، جدا نشه به خاطر تباهای بسیار زیادی که بوده و مسائل و مشکلاتی که یک خانم مطلقه در این جامعه خواهد داشت، میمونه با همسر زندگی نمیکنه، با فرزندانش زندگی میکنه. بعد از میانسالی هم همچنان این ادامه داره، با نوه‌هاش وقت میگذرونه. فکر میکنم تو ذهنتون خیلی خانواده ها رو بتونید مرور کنید که این مدل ساختاری رو دارن.